اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش، در کتاب باغ نکوکارانش میگوید باب سیوم در مسئله باب الصبری، یعنی سومین باب در این کتاب باب صبر می باشد. پس ما و شما درس گذشته باب صبر را شروع کردیم. درس امروزمان حدیث پنجم از باب صبر است و حدیث 29 از کتاب ریاض الصالحین باغ نکوکاران. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 29 در کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی زید اسامه بن زید بن حارثة مولى رسول الله صلی الله علیه و سلم و حبه و ابن حبه رضی الله عنهما. امام نووی رحمه الله میگوید از ابو زید اسامه ابن زید ابن حارثه مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که غلامی آزاد کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حبه یعنی دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ابن حبه و پیسر دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید میگوید. پس این اسامه ابن زید کی است؟ زید ابن حارثه غلام بود که حضرت خدیجه رضی الله عنها این غلام را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه دادن، یعنی رسول الله را دادن. زید ابن حارثه را حضرت خدیجه رضی الله عنها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیهش دادن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این غلام را آزاد کرد، زید ابن حارثه را آزاد کرد. و زید ابن حارثه فرزند داشت، فرزند به دنیا آورد با نام اسامه. پس انا همین اسامه ابن زید که این غلامی آزاد کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم است و همچنین رسول الله این را دوست می داشت، هم اسامه را و هم پدرش زید را رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند. پس این بزرگوار این حدیث را روایت کرده میگوید ارسلت بنت النبی صلی الله علیه و سلم، میگد که فرستاد دختری پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ابنی قد احتضر فاشهدنا. میگه دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد کسی را، گفت که این ابنی، هر آینه گفت فرزندم، قد احتضر یعنی که در حالت جان دادن است، در حال نزع جان است، در حالت جان به حق تسلیم کردن است. فشهدنا، پس از پدرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب کردن که فشهدنا یعنی پیش ما بیاید، یعنی که دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی را نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد که پیغمبر را بگوید بیاید که فرزند این دختر پیغمبر، یعنی نبیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالت جان دادن و در حالت نزع جان می باشد. پس نزد ما بیاید گفته آدم روان کرد. فارسل یقرئ سلام و یقول، پس فرستاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد دخترش، اون آدمی را که فرستاده بود، یقرئ السلام و یقول یعنی سلام پیغمبر رو برساند به دخترش و بگوید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نامرسان رو گفت برو به دخترم سلام برسون و براش بگو که ان لله ما اخذ وله ما اعطى و کل شیء عنده باجل مسمى، یعنی هر آینه از آن الله جل جلاله است، آنچه را که الله بگیرد. ان لله ما اخذ یعنی از آن الله جل جلاله است
آن چیزی را که الله بگیرد. یعنی همه این چیزها، چیزی که ما داریم، چی فرزند و چه مال و ملک، همه اینا از آن الله جل جلاله است. ان لله ما اخذ. پس چیزی هست که میگیرد از خود الله است، هر وقت خواست میتواند الله بگیرد. وله ما اعطا. و همچنین از آن الله هست آن چیزی را که برای ما میدهد، فرزند میدهد برای ما، این اصل از آن الله جل جلاله است. مال و ملکی که برای ما میدهد از آن الله جل جلاله است. و کل شیء عنده باجل مسمى. یعنی همه چیز در نزد الله جل جلاله باجل مسمى، یعنی به وقتی تعیین کرده می باشد، به وقتی تعیین شده می باشد. فلتصبر ولتحتسب. یعنی پس صبر بکن، پس صبر پیشه بکن، تحمل بکن. ولتحتسب، پس در مقابل صبر تو اجر و پاداش پندار، یعنی حساب کن که الله جل جلاله برای تو اجر و پاداش بدهد در مقابل این صبر و تحملت. پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دخترش این رو روان کرد که ان لله ما اخذ. چطوری که الله سبحانه و تعالی هم در سوره نور میگوید که و آتاهم من مال الله الذی آتاکم، یعنی که از مالی که الله سبحانه و تعالی برای شما بخشیده است به آنها بدهید. پس مالی که انسان امروز یک انسان صاحب می شود، این مال اصلش از الله جل جلاله است. یعنی که الله میگه که اون مال الله هست که شما را دادگی از الله، پس شما اون مال را برای کمبغلان و برای نادارها بدهید. پس فرزندم از آن الله است که برای تو انسان الله فرزند میدهد. پس خانه و در هر چیزی که هست اصلش از الله جل جلاله است. الله سبحانه و تعالی برای تو ای انسان میدهد. پس ان لله ما اخذ و له ما اعطا، یعنی از آن الله جل جلاله است آن چیزی که برای تو داد و آن چیزی که از تو گرفت، همش از آن الله جل جلاله است. و بعد از این میگه و کل شیء عنده باجل مسمى، یعنی همه چیز در نزد الله جل جلاله وقتی تعیین شده دارد. چطوری که الله هم در سوره رعد آیت 8 میگوید و کل شیء عنده بمقدار، یعنی هر چیز نزد الله جل جلاله به اندازه است. یعنی هر چیز را الله جل جلاله تقدیرش را کشیدگی از پیش از اونه که به دنیا بیاید چی قدر در این دنیا میماند و عاقبت و آخرش چی میشود، همه این نقشش کشیدگی میباشد. و کل شیء عنده باجل مسمى. رسول الله دخترش رو گفت که همه چیز در نزد الله جل جلاله وقتی معین شده است. همچنین الله سبحانه و تعالی هم در سوره یونس آیت 49 میگوید لکل امت اجل، یعنی هر امت اجل دارد، یعنی موعد دارد، موعد معین دارد. اذا جاء اجلهم، هنگامی که اون موعد چون فرا برسد، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگر پیش قفا بردن و آوردن نیست. وقتی که لحظه که فرا رسید خلاص، اون انسان مهلتش به آخر رسید و اون قوم را مهلتش به آخر رسید، اون قوم باید اون چیز را، مرگ را بچشند یا که اون از بین باید برده شود، زیرا که موعدشون، وقتشون، فرصتشون به آخر رسیده. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم این دعا را براشون گفتند و بعد در آخر چیکار کردن؟ تاکید کردن، گفتن که فلتصبر ولتحتسب، یعنی صبر کن و اجر و پاداش بخواه در مقابل صبرت. یعنی بعضی انسان های هستن صبر میکنن اما در مقابل صبرشون هیچ اجر و پاداش نمیخواهند، یا در نیتشون نیست یا در فکرش نیست. نه، انسان باید هم صبر و تحمل کند در مقابل مصیبت ها و مشکلات، در مقابل همراه این صبر و تحملش باید در ذهنش داشته باشد که این اجر و پاداش میخواهد از الله جل جلاله. بعد از این دعا را کردن و بعد از این را گفتن میگه فارسلت الیه تقسم علیه لیاتینها. این وقتی که میگه این سخن رسان، این گبری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این گب را به دستش روان کرده بود، وقتی که نزد دختر پیغمبر رفت، باز دختر پیغمبر این انسان را روان کرد. فارسلت الیه، باز گردانده این را نزد پیغمبر روی کرد. تقسم علیه،
قسم میداد پیغمبر را، قسم میداد که لیاتینها، حتما بیاید نزدش. یعنی قسمش داد که رسول الله را بگید حتما بیاید. یعنی فرزندش در حالت جان دادن که بود، نبیره پیغمبر، دختر پیغمبر، گفت پیغمبر قسم بدهید به الله که بیاید نزد ما. فقام و معه سعد بن عبادته. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیست و همراهش سعد بن عباده بود. سعد بن عباده کی است؟ سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج بود. پس سعد بن عباده همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیستند و معاذ بن جبل هم همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیستند و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال رضی الله عنهم و عده دیگری و چند کسی دیگری هم میگه همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیستند. فرفع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبی. پس میگه داده شد، آورده شد نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون کودک رو میگه نبیره پیغمبر رو نزد پیغمبر آوردن و در دست پیغمبر دادن که در حالت جانکنی بود. میگه فاقعده فی حجره. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم شینانید آن کودک را، نبیرش را در بغلش و نفسه تقعقع، و نفس اون کودک تقعقع یعنی که در حالت لرزیدن بود، می لرزید، تند میزد و تند میزد. میگه نفس اون کودک یعنی سینه اون کودک بگیم بالا و پایان میرفت میآمد، نفسای چکر چکر میکشید و اون کودک میگه میلرزید. ففاضت عیناه. وقتی رسول الله دید نبیره‌اش رو در این حالت، ففاضت عیناه، پس میگه از دو چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آب جاری شد. دو چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آب جاری شد. فقال سعد. پس سعد گفت، سعد بن عباده همون رئیس قبیله خزرج، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفت یا رسول الله ما هذا. گفت ای رسول الله این چیست؟ یعنی چرا گریه میکنی؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که هذه رحمتون، گفتن این رحمت است، جعلها الله تعالی فی قلوب عباده. گفت نهاده است و گذاشته است این رحمت رو الله جل جلاله در دیل بندگانش. یعنی که از چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اشک جاری که شد، گفت این رحمت است، دل سوزی است. وقتی دل که می سوزد آبی چشم جاری می شود که این رحمت رو الله در دیل بندگانش جای دادگی است و در دیل بندگانش گذاشتگی هست. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که فی قلوب من شاء من عباده، یعنی الله جل جلاله گذاشتگی است این رحمت را در دیل هر کسی از بندگانش که الله خودش بخواهد. هر کسی از بندگانش در الله خودش خواست، در دیلش این رحمت را گذاشتگی است. و انما یرحم الله من عباده الرحماء. و هر آینه رحم میکند و مورد رحمت الله قرار میگیرد هر بنده الله که رحم کننده باشد. از بندگان الله رحم کنندگانشان اونها در زیر رحمت، مورد رحمت و مورد مرحمت الهی قرار میگیرند. هر بنده که رحما باشد یعنی رحم دل باشد، پس رحم دل ها را الله جل جلاله بالایشان رحم می آورده است. و در زیر میگوید و فی الحدیث ان ما یفیض من الدمع من حزن القلب، یعنی که آن اشکی که از چشم میگه جاری می شود از غم دل، بغیر تعمد من صاحبه، بدون قصد. یعنی یک انسان یک مشکلی یا مصیبت بالاش می آید، به قصد میگه اشکش جاری می شود، ولا استدعاء، یا بدون کدام دعوای مثلا اشکش، یعنی که بدون کدام مقابلیت نشان دادن به تقدیر اشکش جاری می شود. لا مؤاخذت علیه، میگه اون انسان مؤاخذه و عذاب نمی شود. وقتی که یک انسان یا نزدیکش از دنیا میگذرد یا که یک مشکلی را بالای نزدیکش میبیند، وقتی که گریه میکند آب چشمش جاری میشود و در این آب چشمش جاری شدن قصدن جاری نکرده است، بلکه از رحم دیل است.
و در حالت از چشمش اشک جاری شدن به تقدیرم اعتراض نکرده ایستاده است، ناراضگی بیان نکرده ایستاده است، فقط از رحم دل وقتی که اشکش جاری می شود میگه این انسان مؤاخذه نمی شود، این انسان مؤاخذه نمی شود. اما شریعت که گریه کردن در حالتی که یک انسان نزدیکش از بین می رود، وقتی فرا می رسد مرگش، گریه کردن منع می کند، اون در حالتی است که انسان بی صبری بکند و انسان اعتراض بکند به تقدیر که الله دیگر کسی را نیافتی جانش را بگیری و جان نزدیک من را گرفتی، گفته اعتراض بیان بکند، این را شریعت، این را اسلام منع می کند. اما گریه کردنی که آبی چشم جاری شود از رحم دل بدون اعتراض، این باکی ندارد، این بلکه از رحمت الهی می باشد در دل بندگانش. این حدیث متفق علیه است. امام بخاری این حدیث را روایت میکند در زیر حدیث 1284 و امام مسلم هم این حدیث را در کتابش روایت میکند در زیر رقم 2135 و امام احمد هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 21776 حدیث در مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود حدیث 29. و بعد از این امام نووی میگه و معنی تقعقعو، میگه معنای تقعقعو یعنی که پیغمبر میگه اون کودک رو در بغلش نشاند و نفسه تقعقعو یعنی که نفس اون کودک تقعقع میکرد. میگه معنای تقعقع چی است؟ میگه تتحرکو، می جنبید، میگه و تضطربو و می لرزید، نفس کودک می جنبید و می لرزید، همین را میگویند تقعقعو. پس این معنای این کلمه تقعقع می باشد. این بود حدیث 29 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 5 از باب صبر، سومین باب از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 6 باب صبر را می آورد که حدیث 30 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 30 از کتاب ریاض الصالحینش میگوید، از کتاب باغ نکوکارانش میگوید و عن صهیب رضی الله عنه، یعنی که از صهیب رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کان ملک فی من قبلکم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کان ملک، پادشاه بود، فی من قبلکم یعنی که در بین قومی که پیش از شما بودن، قومی که پیش از شما بودن در بین اون قوم پادشاه بود. و کان له ساحر، این پادشاه ساحر داشت، این پادشاه ساحر داشت برای مردم را زیر تسلطش گرفتن. این پادشاه ظالم یک ساحر داشت تا اینکه مردم را فریفته بکند و مردم را فریب بدهد. فلما کبر قال للملکی، پس زمان میگه پیر شد انا همین ساحر پادشاه، قال للملکی، پس میگه همین ساحر پادشاه را گفت اینی قد کبرتو، گفت هر آینه من پیر شدم، پیرانسال شدم، فبعث الی غلاما، پس گفت بفرست نزد من نوجوان را، جوان پیسر را گفت نزد من بفرست که اعلمه السحر، تا اینکه من برای اون سحر و ساحری را بیاموزانم. این ساحر که چندین سالها با اون پادشاه تجربه های زیادی کاری داشت، پس پادشاه را طلب کرد که نوجوان را بفرست تا اینکه من برای اون سحر و ساحری را بیاموزانم و سحر و ساحری را براش تعلیم بدهم. میگه فبعث الیه غلاما، پس میگه فرستاد پادشاه نزد اون ساحر غلام را که یعلمه، اون ساحر اون نوجوان را سحر را تعلیم میداد، سحر را یاد میداد. و کان فی طریقه اذا سلک راهب،
الله سبحانه و تعالی برای این جوان خیر خواستگی که بود میگه و کان فی طریقه، و بود میگه در راهی، در مسیری که همین جوان نزدی اون ساحر میرفت، در راهی که نزد ساحر میرفت، میگه در همون راه میگه اذا سلک راهبون، هنگامی که هر وقتی که میگه به اون راه میرفت راهب بود. راهب کی است؟ راهب یعنی یک انسان عبادت کننده الله، یک انسانی که الله را میپرستید، یک انسان موحد میگه در اون راه بود. فقعد الیه، پس میگه این جوان میرفت در نزد اون راهب می نشست، در نزد اون موحد، اون بنده که الله را تنها می پرستید، در نزد اون شیخ می رفت و می نشست. و سمع کلامه، و این جوان میگه سخنهای اون راهب را گوش می انداخت. فاعجبه، پس میگه سخنهای اون راهب میگه این جوان خوش می آمد، این جوان در پسند می آمد سخنهای اون راهب و اون موحد و اون اهل توحید، اون انسان یکتا پرست، میگه سخنهاش نزد این جوان بسیار پسند بود، این جوان خوشش می آمد از سخنان اون راهب. و کان اذا اتى الساحر، و بود میگه هنگامی که میرفت نزد ساحر، مر بالراهب، میگذشت به نزد انا همون راهب و قعد الیه، و در نزد اون راهب می نشست، یعنی از سخنان راهب، از مجلس راهب استفاده می برد این جوانی که نزدی ساحر می رفت. میگه فاذا اتى الساحر ضربه، پس هنگامی که می آمد نزدی ساحر، ساحر می زدش، برای دیر کردنش که چرا دیر آمدی، ساحر اون جوان می زد. فشکا ذلك الى الراهب، پس میگه شکایت کرد همین جوان، ذالک یعنی که این موضوع را که یعنی که وقتی که نزد ساحر میرفت دیر میکرد ساحر میزدش، وقتی خانه میگشت میامد دیر میکرد در خانه اهل بیتش میزدن، وقتی که این مشکل بالاش آمد میگه فشک ذالک، پس شکایت برد میگه از این واقعیت که هم از ساحر شته خورده ایستاده است و هم از اهل بیتش، الى الراهبی، بر راهب شکایت برد. و فقال، پس راهب گفت، پس راهب میگه برای این جوان گفت اذا خشیت الساحر، گفت هنگامی که ترسیدی از ساحر، از اون انسان جادوگر و ساحر، وقتی که ترسیدی دیر کردی نزدش دیر رفتی ترسیدی، فقل حبسنی اهلی، پس راه نشان داد اون راهب این جوان را که پس بگوش که نگه داشت مرا خانوادم، یعنی سبب دیر کردنم گفت خانواده هم از توخی برای دیر جواب دادن. و اذا خشیت اهلک، گفت خانه آمدی از خانوادگی ها ترسیدی که میزنندت، فقل حبسنی الساحر، پس میگه بگو که مرا حبس کرد و مرا باز داشت و نگه داشت ساحر، گفت ای بی ساحر است مرا دیر جواب داد، گفت این بهانه را پیشه بکن. پس این راهب برای این نوجوان این راه را یاد داد که این راه را پیشه کن، از این مشکلات این جوان را خلاص کرد. پس از این بر می آید که این راهب بوده است که اهل علم و اهل توحید و همچنین انسان پرهیزگار و با تقوا که این جوان را، انسان با تجربه که این جوان را راه نشان داد برای نجات شدن، برای نجات یافتن از ظلم دو جانب. میگه فبینما هو علی ذلک، پس زمانی که میگه اون انا همین حالت ده بود، اون جوان هر وقتی که نزد ساحر میرفت نزد راهب قطعی میگذاشت از سخنان استفاده میبرد و دیر میکرد، میگو خانگیامون مرا دیر جوابم دادن، وقتی که باز از او بازگشته میومد از سخنان راهب استفاده میبرد و میرفت نزد خانگیاشون میگو که مرا ساحر دیر جواب داد. خب میگه علا ذالک در همین حالت بود. اذ اتی علیه دابت، اذ اتی علی دابت عظیمت، ناگهان میگه رسید در نزد چارپای بزرگی. همین جوان میگه روز میگذشت بر راه که یک چارپای بزرگی را دید. اون چارپا را در کتابا در روایت ها نامش ذکر نمیشود که اون چارپا چی باشد، فقط میگن یک چارپای بزرگ بود. قد حبست الناس، واقعا میگه اون پادشاه راه مردم را بستگی بود، راه مردم را بسته بود که دیگه مردم نمیتوانست که از نزد اون چارپا بگذرن، راه را بسته بود اون چارپا. فقال، پس این جوان هوشیار فکر کرد و گفت الیوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل،
گفت انا اکنون امروز من معین میکنم و میدونم که ساحر بهتره یا راهی بهتره، یعنی نزد شیخ برم خوب است، با شیخ باشم خوب است، یا با اون ساحری جادوگر باشم خوب است. اکنون گفت من امروز این را معین میکنم. چیکار کرد؟ میگه فاخذ حجرا، پس میگه گرفت برداشت سنگ را، فقال، پس همین جوان میگه گفت اللهم ان کان امر الراهب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتی یمضی الناس. میگه دعا کرد، گفت که ای بار الها، اللهم ای بار الها، ای پروردگار، این کان امر الراهبی، اگر کار راهب، کار اون شیخ و کار اون اهل توحید، احب الیک من امر الساحری، محبوب تر و دوست داشته تر باشد در نزد تو از کار ساحر و جادوگر ده، فقتل هذه الدابه، پس گفت بکش انا همین چارپا را، گفت انا همین چارپا را بکش، حتی یمضی الناس، تا اینکه مردم بروند، مردم راهش بند نکند. مردم میترسیدن که نزدیک شوند، این چارپای بزرگ را دیده بودن. پس میگه این جوان اینطور دعا کرد، فرمه، پس سنگ را به جانب اون چارپای بزرگ میگه پرتافت، فقتلها، پس میگه اون رو کشت، این سنگ رفت زد در اون چارپا مرد، و مضى الناس، و مردم به نزدش گذشتن. یعنی که این جوان دعا کرد، الله سبحانه و تعالی دعاش قبول کرد و حقیقت رو، راه درست رو برای این جوان نمایان کرد که راه درست و راه حقیقت راهی کی است؟ راه اون راهب است، راه توحید است، راه یکتا پرستی می باشد. میگه فأتی الراهب فاخبره، پس همین جوان این حالت را دید و آمد نزد راهب، فاخبره، پس خبر داد راهب را، اون شیخ را خبر داد که چی واقعه شد، چی کار کرد. فقال له راهب، پس میگه برای این جوان اون راهب، اون اهل توحید گفت که ای بنیه، گفت ای پسرکم، انت اليوم افضل منی، گفت تو امروز از من ده افضل تر هستی، از من ده گفت افضل تر هستی. قد بلغ من امرک ما ارا، گفت واقعا به جای رسیده است، من امریک ما ارا، کار تو که من میبینم، گفت اون قد بلغ من امریک ما ارا، گفت واقعا به جای رسیده است کاری که تو من میبینم، کارهای تو را من دیده استادم، گفت به جای رسیدگی است. و اینک ستبتلا، این راهب، این شیخ، این اهل توحید چی گفت؟ گفت ای جوان، اینک ستبتلا، تو آزمایش میشوی، تو امتحان میشوی. فاذا ابتلیت، هنگامی که آزمایش شدی، هنگامی که امتحان شدی، فلا تدل علی، اون راهب از این جوان خواهش کرد که فلا تدل علی، پس معرفی نکنی من را، با راهنمایی به جانب من نکنی که من استاد تو هستم و من این راه را برای تو یاد دادم. گفت این را راهنمایی نکنی، معرفی نکنی برای کسی من را، گفت تو حتما امتحان میشوی. و کان الغلام یبرئ الاکمه والابرص، الله اکبر. این جوان میگه به اندازه رسید که الله سبحانه و تعالی به سبب این جوان یبرئ الاکمه، درمان میداد و درمان میکرد انسانهای کور را. کورها وقتی که نزدش می آمدن بینا می شدن. والابرص، و انسانهایی که پیس بودن نزد این جوان می آمدن، الله جل جلاله با سبب دعای این جوان اونها را از پیسی خلاص میکرد، پیسی را از بدن اونها دور میکرد. میگه و یداوی الناس من سائر الادواء، پس میگه این جوان درمان و طبابت میکرد مردم را، من سائر الادواء، از دیگر بیماری ها، غیر کوری و غیر پیسی، دیگر بیماری ها هم نزد این جوان می آمدن، این اون بیمارها رو میگه تداوی میکرد، درمان میکرد و طبابت میکرد. فسمع جلیس للملکی، پس میگه شنید این خبر را یکی از همنشینان پادشاه، کان قد اشفی کان قد عمیه، میگه که واقعا این همنشین پادشاه، رفیق پادشاه، میگه کور شدگی بود. وقتی کور شدگی که بود، میگه این خبر را شنید که جوانی هست که با دعایش
انسان شفا مییابد. میگه فاتاه بهدایا کثیرة فقاله، پس میگه انا همون همنشین پادشاه آمد نزد این جوان بهدایا کثیرة، یعنی با تحفه های بسیار. فقاله، پس میگه اون همنشین پادشاه این جوان را گفت ما هنالک اجمعو ان انت شفیتنی. گفت ما هنالک، یعنی که آنچه که در اینجا میبینی، لک اجمعو، همش از آن تو بود. اون هدیه ها و اون تحفه ها و پدرکه های زیاد گرفته آوردگی بود. گفت آن چیزی که در اینجا میبینی همش از آن تو است، به شرط این انت شفیتنی. گفت اگر تو من را شفا بدهی، گفت اگر تو چشمان من را بینا کنی جوان، این همه هدیه ها از آن تو است. فقال، پس این جوان اهل توحید بود. این جوان اهل توحید که بود گفت که اینی لا اشفی احدا، گفت نه من کسی را شفا نمیدهم، من شفا دهنده نیستم. انما یشفی الله تعالی، گفت هر آینه الله جل جلاله است که شفا میدهد، یعنی شفا دهنده من نیستم، شفا دهنده الله سبحانه و تعالی است که برای بندش شفا میدهد، نه اینکه من. شفا دهنده الله جل جلاله است. عیناً همین قصه با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گذشتگی است که روز میگن یک انسان جیندار را نزد شیخ الاسلام تیمیه آوردن. شیخ الاسلام تیمیه هرچند اون را در نزدش رقیه خانی کرد، جین میگن نه برآمد. وقتی که یک مشت به بری گردن اون بیمار که زد، پس از اون میگه اون جینی که در داخل اون جوان بود، در داخل اون کس بود، میگه گفت که من ای شیخ، گفت من میبرم با فضیلت تو، یعنی با جایگاه و بزرگی تو داری، برای همین خاطر گفت من از بدن این انسان بیرون میشوم. شیخ الاسلام تیمیه چی گفت؟ ببینید بزرگواران همیشه جوابشون این است که هر آن فضلی که از جانب من میبینی، این از آن الله جل جلاله است که الله من رو سبب گرداندگی است. پس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله براش گفت که نه، برای من نبرو، برای الله جل جلاله از این بنده بیرون شو. پس میگه از اون بنده بیرون شد. بعد از بیرون شدن از اون انسان، وقتی که اون انسان به یاد آمد و گفت من در اینجا چیکار میکنم، گفتن که آخه تو جین داشتی؟ گفت که نه من هیچ چیز رو خبر ندارم. گفتن تو یک موش در بر گردن زد، فهمیدی؟ گفت نه من یگان چیز رو درک نکرده بودم. پس همیشه دوستان الله، همیشه انسانهای اهل تقوا و اهل توحید این عادت را دارن. چرا که شیخ الاسلام هم گفت که نه، برای من نبرو، بلکه برای الله جل جلاله از بدن این انسان بیرون شو. این جوان هم در این حدیثی که حالا ما و شما خوانده استادیم، در این هم گفت که نه من شفا دهنده نیستم، شفا دهنده الله جل جلاله است. انما یشفی الله تعالی، هر آینه الله جل جلاله است که انسان را شفا میدهد. گفت فإن آمنت بالله تعالی دعوت الله فشفاک، گفت اگر که تو ایمان به الله بیاری، دعا میکنم الله جل جلاله را که تو را شفا بدهد. از این جوان از همنشین پادشاه خواست که اگر میخوای که شفا بیاوی، پس بیا ایمان به الله بیار، من دعا میکنم الله تو را شفا میدهد. فآمن بالله تعالی، او همنشین پادشاه ایمان آورد به الله جل جلاله. فشفاه الله تعالی، پس شفاش داد الله سبحانه و تعالی به سبب دعای این جوان. فأتى الملک، پس میگه این همنشین پادشاه نزد پادشاه آمد. فجلس الیه، پس در نزد پادشاه نشست. کما کان یجلسو، چی طوری که در گذشته می نشست، همون طور با دو چشم بینا آمد در مجلسی این پادشاه نشست. فقال له الملک، پس پادشاه این همنشینش را گفت که من رد علیک بصرک، گفت کی برگردانید بینایی تو را؟ بینایی تو را کی برگردانید؟ قال ربی، این همنشین پادشاه گفت که پروردگارم گفت من را بیناییم را برگرداندگی است. قال، پس میگه پادشاه گفت اولک رب غیری،
آیا گفت تو پروردگار غیر من داری؟ یعنی این پادشاه دعوای پروردگاری هم دعوای الهی هم میکرده است که گفت آیا تو پروردگار غیر من داری؟ قال، پس اون همنشینی پادشاه، رفیقی پادشاه گفت ربی و ربک الله، گفت پروردگاری من و پروردگاری تو هم ای پادشاه الله جل جلاله است. تو نه پروردگار هستی و تو نه معبود هستی و چیزی نیستی، تو یک بنده الله هستی، تو هم به مثل ما هستی، بلکه پروردگار من و تو الله جل جلاله می باشد. میگه فاخذه فلم یزل یعذبه، پس میگه دستگیر کرد این همنشینش را پادشاه. ببینید این ظالمان هیچگاه رحم به کسی ندارن، نه به همنشینشان، نه به دوستشان و نه به رفیقشان. وقتی که مخالفی مجراشان جاری شدی و مخالفی مجرا حرکت کردی، مخالفی خواهششان حرکت کردی، دیگر این خاطر چیزی را نمیبینن انسانهای ظالم. میگه فاخذه، پس میگه دستگیر کردن این پادشاه، میگه دستگیر کرد این همنشینش را. فلم یزل یعذبه، پس میگه بر دوام این را عذاب داد، این همنشینش را چنان عذاب داد که حتی دل علی الغلامی، تا اینکه نشان داد این همنشین پادشاه اون غلام بیچاره، اون جوان را نشان داد که اون جوان این تعلیم را برای من داد، یعنی سبب هدایتی من گفت فلان جوان شدگی هست. فجیع بالغلامی، پس آورده شد آن غلام را فرمان داد پادشاه ظالم که بیارینش. فقال له الملک، پس اون جوان را پادشاه گفت ای بنیه، گفت ای پسرکم، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمه والابرص و تفعل، گفت واقعا بجای رسیده از سحر تو، سحر و جادوگریت، گفت بجای رسیده از کی؟ تبرئ الاکمه والابرص، شفا میدهی، گفت تو انسانهای کور و پس را، و تفعل گو و چنین و چنان کارها را تو کرده ایستادی، چقدر بیمارا را شفا داده ایستادی، یعنی گفت سحر تو تا این اندازه رسیده است. فقال، پس میگه اون جوان جواب داد، زیرا که این سحر بگیم همین پادشاه راهنمایی کرده بود این جوان را که رفته ساحری را سحر یاد بگیرد. پس این منت را براش گذاشت که بجای رسیدت سحر تو که تو انسانهای کور و انسانهای پست را شفا میدهی و فلان کارها را انجام میدهی. اون جوان چی جواب داد؟ گفت فقال اینی لا اشفی احدا، گفت من کسی را شفا نمیدهم، انما یشفی الله تعالی، گفت فقط و فقط الله هست که شفا میدهد، شفا دهنده الله هست، الله هست شفا میدهد. گفت فاخذه، باز این پادشاه ظالم دستگیر کرد این جوان را. فلم یزل یعذبه، پس بر دوام این را هم عذابش داد حتی دل علی الراهبی، این جوان طاقت و صبر کرده نتوانست در عذابهای پادشاه. دل علی الراهبی، پس نشان داد، معرفی کرد و گفت که راهب کی است، یعنی استازش را معرفی کرد. فجیع بالراهبی، پس پادشاه ظالم فرمان داد که راهب را بیارید، اون شیخ را بیارید. فقیل له، پس اون پادشاه ظالم اون راهب را گفت که ارجع عن دینک، گفت بازگرد از دینت گفت بازگرد، بیا مرتد شو. فابا، اون راهب، اون شیخ، اون اهل توحید میگه ابا، روی گردانید، قبول نکرد گپ اینها را. فدعا بالمنشاری، پس میگه خواستن، پس گفتن بیارین برای ما یک منشار، اره بیارین، گفتن اره آوردن. فوضع المنشار فی مفرق رأسه، پس گذاشته شد اون اره در فرق سر این شیخ، در فرق سر این راهب، میگه اون اره را گذاشتن. فشقه، پس دو پارهش کردن همین شیخ را، از بین، از فرق سرش تا پایان، تا بین پاش دو پارهش کردن. حتی وقع شقاه، بگونه ای که میگه افتید هر دو پاره بدنش، یعنی که وقتی که از بین دو پارهش کردن، نیمی بدنش به این طرف و نیمی بدنش به طرف دیگر، میگه افتید، همین شیخ رو دو پاره کردن. ثم جیع بجلیس الملکی، بعد از این آورده شد همنشین پادشاه،
اون همنشین پادشاه رفیق پادشاه را آوردن. فقیل له، پس همنشین پادشاه را گفتن که ارجع عن دینک، گفتن بازگرد از دینت، بیا از دینت بازگرد. فابا، اون همنشین پادشاه، اون رفیق پادشاه میگه فابا، روی گردانید از دین بازگشتن، از مرتد شدن روی گردانید. فوضع المنشار فی مفرق رأسه، باز میگه گذاشته شد اون اره در فرق سری ان همین همنشین پادشاه. فشقه به حتی وقع شقاه، پس دو پاره اش کردن اون همنشین پادشاه را با این اره، حتی وقع شقاه، تا اینکه میگه افتید هر دو پارهش، یعنی دو بدنش با دو قسم میگه تقسیم شد. ثم جیء بالغلام فقیل له، بعد سیوم غلام را آوردن، اون جوان را آوردند و فقیل له، پس جوان را گفتند ارجع عن دینک، گفتن از دینت بازگرد، بیا مرتد شو، از دینت بازگرد. فابا، این جوان با این جوانیش، با ایمان کاملی که داشت، میگه فابا، روی گردانید از بازگشتن از دینش. فدفعه الى نفر من اصحابه فقال، پس داد میگه پادشاه همین غلام را، همین جوان را به گروه از یارانش، به اون خدمتگارانش، به چند از رفیقان دیگرش میگه این جوان را دادند. و فقال، پس پادشاه برای اون رفیقانش گفتن که اذهبوا به الى جبل کذا و کذا، الى جبل کذا و کذا، گفت ببرین این غلام را به فلان فلان کوه مشهور و معروفی بلنده بود، میگه در همون زمان، گفتن فلان کوه ببرید. فاسعدوا به الجبل، پس بالا کنید وی را بر بالای کوه برارید، این جوان را تاری کوه ببرید. فاذا بلغتم ذروته، پس هنگامی که شما رسیدید بر قله اون کوه، بر بالای اون کوه که رسیدید، فإن رجع عن دینه، پس گفت فرصتش بتید، اگر که بازگردد از دینش، اگر بازگردد خب، و الا، و گفت اگر از دینش باز نگشت، فطرحوه، پس این گفت این جوان رو از بالای همون کوه به طرف زمین پرتاینش، به طرف پایان این جوان رو گفت بیاندازید، پرتاید. فذهبوا به، پس اون یاران و خدمتگاران پادشاهی ظالم این جوان را بردند. فصعدوا به الجبل، بالای کوه برآوردندش. فقال، پس این جوان در بالای کوه که رسید دعا کرد، گفت که اللهم اکفنیهم بما شئت، گفت ای بار الها حفظ بکن من را از شر اینها. اللهم اکفنیهم، یعنی ای بار الها نگه بدار مرا و حفظ کن من را از شر اینها. بما شئت، به هر گونه که خودت میخواهی ای الله، هر طریقی که هست ای الله، من را گفت از شر این ظالمان حفظ بکن. این جوان مستجاب الدعوات بود، یعنی دعاش قبول میشد، دعا کرد به سوی الله جل جلاله. و همچنین انسان اگر صادقانه دعا بکند، الله سبحانه و تعالی دعاش قبول میکند. حتی کافر صادقانه وقتی که در حالت وزمینی میغلطد، خالصانه از الله طلب که میکند، الله قبولش میکنه. چطوری که در قرآن الله سبحانه و تعالی از حال مشرکان ما و شما رو بیان میکنه، وقتی که در بحر میدر اومدن، موج بحر میآمد، خالصانه دیگر اون بتاشون فراموش میکردن، فقط از الله طلب میکردن، الله نجاتشون میداد. یعنی الله سبحانه و تعالی هر کسی که خالصانه اگر از الله طلب بکند، یقین، این دو دیله نشود، یقین با یقین که الله دعا قبول میکند، گفته دعا بکند، الله سبحانه و تعالی دعاش قبول میکند. پس این جوان یقین داشت و مستجاب دعوات هم که بود، گفت که ای بار الها از شر این ظالمان به هر گونه ای که هست من را نجاتم بده، به هر گونه خودت میخوای الله همون طور من را از اینها نجات بده. میگه فرجف بهم الجبل فسقطوا، پس میگه لرزید کوه که اینها در بالایش بودن، میگه کوه لرزید، فسقطوا، پس همه اینها خودشون افتیدن. باید این جوان هم میپرتفتن، اما خود این یاران این ظالم خودشون افتیدن. و جاء یمشی الی الملکی، و آمد، میگه این جوان باز نزد پادشاه، از بالای این کوه خنبید آمد نزد پادشاه. فقال له الملک، پادشاه این جوان را گفت
ما فعل بی اصحابک، گفت چی شد همراهانت چیکار کردی، کجا شدن همراهانت؟ فقال، پس میگه این جوان گفت که کفانهم الله تعالی، گفت من را حفظ کرد الله سبحانه و تعالی، من را نگه داشت الله سبحانه و تعالی از شر این یاردمچی تو ای ظالم. فدفعه الی نفر من اصحابه، باز میگه پادشاه ظالم این جوان را سپارید به دستی نفری من اصحابه، گروه دیگر از یارانش، با چند کسی دیگر فریاد کرد گفت که این جوان را بگیرید. فقال، پس میگه گفت که این جوان را بگیرید، و فقال، پس گفت اون یاردمچیاش پادشاه امر داد که اذهبوا به، ببرید گفتن این جوان را، فحملوه فی قرقر، پس گفت شما این را بار بکنید، سوارش بکنید بر بالای کشتی قرقور، کشتی را میگن، پس گفت در بالای کشتی سوارش بکنید. و توسطوا به البحر، گفت میانه بحر بریدش، بین بحر ببرید. فإن رجع عن دینه، گفت فرصتش بتید، اگر از دینش بازگشت خوب، و الا، و اگر که از دینش باز که نمیگردد، فقذفوه، پس این را بدازید با اندازینش در درون بحر، در درون بحر پرتوینش، برای در بین بحر این را گفت پرتوید، اگر که از دینش باز نمیگردد. فذهبوا به، پس میگه بردن این جوان را بین بحر. فقال، پس این جوان میگه در بین بحر که رفت باز دعا کرد، باز دست برداشت و گفت اللهم اکفینیهم بما شئت، گفت ای بار الها حفظ بکن من را، نجات بده من را از شر اینها، به آن چیزی که خودت میخواهی، آن گونه و آن طوری که خودت میخواهی ای الله، انمون طور من را نجات بده از شر این بدبختای ظالم. فانکفأت بهم السفینه، پس میگه چپه شد، میگه اون کشتی که اینها سوار بودن، فغرقوا، پس اون یاران این ظالم همشان غرق شدن. و جاء یمشی الی الملکی، باز این جوان آمد نزد پادشاه. فقال له الملک، پس پادشاه براش گفت ما فعل بی اصحابک، یعنی رفیقانت چیکار کردن، چی شد با اون همراهانت کجا هستن؟ فقال، باز میگه این جوان پادشاه ظالم را گفت که کفانهم الله تعالی، گفت الله من را حفظ کرد از شر آنها، الله سبحانه و تعالی من را نگه داشت از شر اون یاوران تو ای ظالم. فقال للملکی، پس این جوان خودش پیشنهاد کرد برای پادشاه ظالم، اینک، پس میگه گفت که اینک لست بقاتلی، گفت تو مرا کشته نمیتوانی ای پادشاه ظالم، حتی تفعل ما آمرک به، تا زمانی که گفت انجام بدی آنچه را که من تو را میگویم، تو گفت میخواهی که مرا بکشی، پس چیزی که من میگویم برای تو انا همون کار را بکن، پس میتونی من را بکشی. قال ما هو، پادشاه ظالم دیگر دستش بند ماندگی بود، دیگر کار کردن نمیتوانست، گفت چی از اون راه، تو چی میگویی، با چی امر میکنی؟ قال، پس میگه پادشاه، میگه این جوان پادشاه ظالم را گفت که تجمع الناس فی صعید واحد، گفت مردم را همه را فریاد کن، همه مردم را فریاد کن، فی صعید واحد، در یک زمین هموار، در یک جای هموار، گفت همه مردم را فریاد بکن. و تصلیبونی علی جذع، و گفت بعد از اون بدار بکش من را به درخت خرمای، به درخت خرما، گفت من را به شاخه خرما، گفت دارم بکش، آویزانم بکن. ثم خذ سهما من کنانتی، پس گفت بگیر تیر را از تیراندامم، از اون تیراندامم، اون ظرفی که در داخلش تیرهای من هست، گفت از داخل اون، گفت یا سهم یا تیر را بگیر. ثم ضع السهم فی کبد القوس، بعد گفت اون تیر را در میان، در وسط کمان بمان، در میان نیزه بمان، در میان کمان گفت بمان. ثم قل، بعد از ماندن اون گفت بگو که بسم الله رب الغلام، به نام الله که پروردگار غلام است، پروردگار این جوان است، گفت همین دعا را بکن و همین گپ را بگو. ثم ارمینی، بعد گفت اون تیر را به طرف من بیانداز، تیر را گفت به طرف من بزن. فانک اذا فعلت ذلك قتلتنی، گفت پس هر آینه اگر که تو همین کار گفتگی مرا بکنی، قتلتنی، گفت میتونی که مرا بکشی.
پس گفت راهی کشتن من انا همین است، همین کار رو بکن تو میتونی که من رو بکشی. میگه فجمع الناس فی سعید واحد. این پادشاه ظالم میگه جمع کرد مردم رو در یک زمین هموار و صلبه علی جذع. پس میگه به دار کشید این جوان رو، میگه به شاخه خرمای. ثم اخذ سهما من کنانته. بعد میگه گیرید تیر را از تیردان همین جوان خودشو. ثم وضع السهم فی کبد القوس. بعد میگه وضع السهم، ماند انا همون تیر را فی کبد القوس، در میان کمان ماند. و ثم قال، بعد همین پادشاه ظالم خودش گفت که بسم الله رب الغلام، یعنی به نام الله که پروردگار غلام است. ثم رماه، بعد میگه تیر را به طرف اون جوان پرتاب کرد، تیر را زد به طرف جوان. فوقع السهم فی صدغه. پس میگه رسید همین تیر زدگی این ظالم فی صدغه، بر چکه سرش، یعنی که بری سری اون جوان رفت همین تیر زد. فوضع یده فی صدغه فمات. پس میگه اون جوان دستش را در بالای همون جایی که تیر زده بود، در بالای همون بری سرش ماند، در جای تیر زدگی و فمات. پس میگه اون جوان جان به حق تسلیم کرد. فقال الناس، پس مردم گفتن که آمنا برب الغلام، ایمان آوردیم ما همه به پروردگار غلام. به پروردگار غلام گفت ما همه ایمان آوردیم. یعنی مقصد از این جوان دعوت بود، حتی جان خودش را در خطر مانده، جان خودش را از دست داده، سبب هدایت هزارها مردم شد. که پس میگه فقال الناس، اون مردمی را که در اون زمین هموار جمع کردگی بودن، حقیقت را دیدن، گفتن که آمنا برب الغلام، گفتن ایمان آوردیم ما با پروردگار غلام. میگه فاوتی الملک فقیل له. پس آمده شد، یعنی نزد پادشاه آورده شد کسی، و پس گفته شد برای پادشاه، این خبر برای پادشاه رسید. گفتن که پادشاه را گفتن ارأیت ما کنت تحذر قد والله نزل بک حذرک. گفت که آیا دیدی، ارأیت گفتن آیا دیدی، ما کنت تحذر، یعنی از اون چیزی که تو میترسیدی، یعنی که از اون جوان رو میخواست نابود کند، به خاطر چی؟ به خاطر آنه که مردم یکتا پرست نشوند. گفت از اون چیزی که تو میترسیدی، قد والله، گفت واقعا قسم به الله، نزل بک حذرک، یعنی به سرت آمد از اون چیزی که تو میترسیدی. یعنی که به خاطر مردم یکتا پرست نشوند، گفته اون راهب کشتی، اون همنشین رفیق خودت رو کشتی، این جوان رو کشتی، اما مردم همه مسلمان شده ایستاده است. قد آمن الناس، مردم گفت اما ایمان آوردن. فامر بالاخدود، این پادشاه ظالم باز امر کرد بالاخدود، با کندن چقری ها، با دیگدان های، گفت در بی افواه سککی، یعنی در اولی در سر هر یک کوچه، در ابتدای هر کوچه گفت، در اولای کوچه ها گفت اخدود بکنید، یعنی که چقری ها بکنید، چکدان ها بکنید. فخدت، پس اون چقری ها کنده شد، چکدان های به مثل چکدان، چقری های کلان کلان میگه کنده شد در اولی هر کوچه. و اضرم فیها النیران، پس گریان کرده شد در اون چقری ها، در اون دیگدان ها آتش افروخته شدن، میگه آتش. وقال، و میگه گفتن و من لم یرجع عن دینه، یعنی هر کسی که از دینش باز نگردد، فاقحموه فیها، یعنی هر کسی که از دینش باز نمیگردد، پس اقحموه، یعنی بزور بپرتوین اون رو در همون چقریه که در داخلش آتش است، در داخلش علاو هست. گفت کسی که از دینش باز نمیگردد در چقری بپرتویندش. او قیل له اقتحم، یا گفته شود برای وی که اقتحم بدرا، یعنی مردم هم میورن نزد آتش، نزد اون چقریه که در داخلش آتش افروخته ایستاده است، میگن یا از دینت باز میگردی یا در داخل این آتش داخل میشوی. میگه ففعلوا، پس این کار رو انجام دادن، مردم همه را جمع کردن، چقیرا را کندن، آتش ها افروخته شد و مردم هر کسی که از دینش باز نمیگشت داخل آتش نمیپرتافتن. حتی جاءت امرأتون، تا اینکه میگه آمد زنی،
یک زن آمد و معها صبی لها، یک کودککی خوردککی گپ زده نمیتوانست، صبی همراهش بود، در دستش این زن یک کودک داشت. میگه فتقاعست ان تقع فیها، پس میگه این زن که در دستش کودک بود، فتقاعست یعنی که عقب نشینی کرد، یعنی که ایستاد، ان تقع فیها که در داخل آتش بدراید. از درآمدن در آتش میگه عقب نشینی کرد و ایستاد. فقال لها الغلام، پس برای اون میگه اون پیسری میدهک که در دستش بود، امون پیسری میدهکش گفت که یا اماهو، گفت ای مادر جانم، اصبری، گفت صبور باش، صبر بکن، فانک علی الحق، پس گفت هر آینه تو در راه حق هستی، یعنی بدرو داخل بشو که تو در راه حق می باشی، در راه درست هستی، در راه توحید هستی، در راهی هستی که الله سبحانه و تعالی برای تو این راه را اختیار کردگی هست. پس این بود این حدیث طولانی که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقم 7511 و امام احمد هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 23931 در مسند امام احمد ابن حنبل. پس این حدیث دلالت میکند برای صبور بودن و صبوری، چطوری که باب صبر هست. ببین که اون جوان را با اون قدر مشکلات، یا اون راهب را جان را از دست داد و از دینش باز نگشت. اون رفیق و همنشین پادشاه را ببین، جان را از دست داد و صبر کرد و اما از ایمانش باز نگشت. این جوان غلام چند بارها بردند برای قتل کردنش، اما دعاهاش مستجاب میشد و الله سبحانه و تعالی این را از شر اونها حفظ میکرد، اما در آخر خودش راهنمایی کرد. علما میگویند در هر جایی که مصلحه عام باشد، انسان میتواند که خودش را در خطر بگذارد، عیناً به مثل امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل وقتی که اون خلیفه ظالم وقتی که پرسانش میشد یا امرش میکرد که بگو که قرآن مخلوق است و کلامی سخن الله نیست، امام احمد ابن حنبل صبر و تحمل کرد، میگفت نه، قرآن سخن الله است و قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. هرچند میزدند و میزدند از یاد میرفت، بیهوش میشد. وقتی به هوش میآمد اولین سخنش این بود که قرآن سخن الله است و مخلوق نیست. و الله سبحانه و تعالی امام احمد را از دست اون ظالم خلاص کنانید با چی؟ با کشتن اون خلیفه ظالم. اون خلیفه که مرد، امام احمد ابن حنبل صبر کرد، تحمل کرد، اون عذابا و مشقتا را، خلاص شد از اون عذاب و در راه حق ثابت قدم ماند که در مسجدها و در بین مردم اعلان میکرد و فریاد میکرد که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. برای صبر و تحمل کرد، یعنی بی صبری نکرد و صبر و تحمل کرد، الله سبحانه و تعالی نتیجه اش را براش نصیب گردانید. عیناً به مثل همین هم این جوان صبر و تحمل کرد، حتی در آخر خودش راه نشان داد برای قتل خودش، اما مصلحه عام را، مصلحه مردمی را به نظر گرفت که همه مردم جمع کرده شود تا اینکه مردم ببینن که این پادشاه ظالم نه معبود است و نه خدا است و نه صاحب پرستیش، بلکه این یک مخلوق عاجز است. و این کار کرد سبب هدایت چی قدر مردم شدن و آن مردم هم که نو ایمان آوردگی بودن، ایمانشان را حفظ کردند و به داخل اون آتش در آمدند، اما ایمان را از دست ندادند. پس این بود این حدیث طولانی و این هست مسائل این حدیث. اما در مسئله، اگر مسئله شخصی باشد، مسئله بین یک کس، وقتی که در یک جای اضطراری قرار میگیری، میگویند که اگر که از دینت باز نگردی، قتل کرده میشوی، کشته میشوی، در این صورت انسان اختیار دارد، اگر مسئله شخصی باشد برای خودش تنها، انسان اختیار دارد که با زبان از دینش بازگردد اما با قلبش اطمینان داشته باشد. اما اگر صبر کند خوب، اما صبر کرده نمیتواند، حق دارد که از دینش با زبان بازگردد، یا آن چیزی که اونها میخواهند با زبان بگوید اما با قلبش آن چیزی را که گفته ایستاده است قبول نداشته باشد. اگر مسئله شخصی باشد،
مسئله بین یک کس باشد. اما وقتی که مسئله عام میشد و مثل این جوان، در این صورت باید با مثل امام احمد ابن حنبل که همه مردم انتظار امام احمد ابن حنبل بود، اگر که امام احمد ابن حنبل میگفت که قرآن مخلوق است و میگفت که قرآن سخن الله نیست، مردم همه سخن امام احمد رو، چقدر مردم کافر و بدون میشدن. پس از این حساب است که مصلحه عام باشد، مصلحه جامعه باشد، باید انسان صبر و تحمل بکند، حتی مرگ را اختیار بکند و نباید صبر را از دست بدهد. پس این بود حدیث طولانی. بعد از این چند کلمه های از این حدیث را میارد، میگه ذروة الجبلی، یعنی قله بالای کوه، میگه اعلاه، یعنی بالای کوه را ذروة الجبل میگن، یعنی قله بالای کوه. و هي بکسر الذال المعجمه و ضمها. میشه بگویی که ذروة الجبل، میشه بگویی ذروة الجبل. ذروه و ذروه هر دوش یک چیز است. و القرقور، قرقور چی است؟ بضم القافین، هر دی قاف را میگه ضمه که قرقور. قرقور میگه نوع من السفن، یک نمودی کشتی را میگن، یک نمودی کشتی را قرقور میگن. و سعید، سعید چی است؟ میگه سعید هنا الارض البارزه، یعنی زمینی آشکار و زمینی فراخ و زمینی هموار کلان را سعید میگوین. هم زمینی کلانی، زمینی فراخی، زمینی که هموار باشد و آشکار باشد، اون را میگوین سعید. و الاخدود، اخدود چی است؟ اخدود رو گفتیم چقریای کنده می شود، میگه الشقوق فی الارض، یعنی چقریهای در زمین را اخدود میگوین. که نهر صغیری، به مثل دریای خردکک کنده می شود، به مثل دریای جویبار کنده می شود طولانی، همین را میگن اخدود. و اضرمه، اضرمه گفت یعنی اضرمه فیها النیران. اضرمه یعنی چی؟ اوقده، یعنی که افروخته شد، آتش گریان کرده شد، علاوه بگیم گریان کردن. وانکفعت، وانکفعت یعنی چی؟ یعنی که این قلبت، وقتی گفت اون مردمی که گروه دیمه که این جوان رو برای کشتن بردن بین بحر، فانکفعت بهم السفینه، پس این قلبت یعنی که چپه شد، چپه شد اون سفینه اشون، اون کشتی اشون. و تقاعست، تقاعست چی است؟ یعنی که اون زن گفت که اون کودکش وقتی براش گفت که اون زن وقتی که آوردن همراه کودکش باید در داخل آتش میپرتافتن، فتقاصعت ان تقع فیها. تقاصعت یعنی چی؟ میگه توقفت و جبونت. توقفت یعنی ایستاد، اون زن ایستاد. و جبونت، اون زن ترسید. جبونت یعنی که اون زن ترسید که در آتش میافتد، از آتش ترسید. پس گپی سخنی پیسرچهش، سخنی کودکش اون زن را تشویق کنانید که در راه حق است و آتش را اختیار کرد و از دینش بازگشتن را اختیار نکرد. پس این بود حدیث ششم از کتاب، از باب صبر، سوم باب کتاب ریاض الصالحین، سومین بابش که باب صبر است، حدیث ششم. و حدیث سیوم از کتاب ریاض الصالحین، از کتاب باغ نکوکاران. با همین این حدیث به آخر رسید. بعد از این حدیث نو شروع می شود، حدیث هفتم از باب صبر و حدیث 31 از کتاب ریاض الصالحین، از کتاب باغ نیکوکاران. این حدیث 31 رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.